سلام سلام سلام، چطورین؟ امیدوارم حالت دلتون عالی باشه بچه ها. امیدوارم هر کجا هستید در صحت سلامت سر ببرید. بچه اومدم با پیام از فرشته نگهبان شما ببینیم که تاروت در واقع چه پیغامی برای شما از سمت فرشته نگهبانتون براتون داره. قطعا یه عده از ما، یا حتی میشه گفت کلن ما آدمایی هستیم که بعضی وقتا یه سوالایی توی ذهنمون میاد، خیلی پافشاری میکنیم روی جواب اون سوالمون و نمیدونیم که چجوری باید به جواب سوالمون برسیم. برای همین دنبال نشونه ها میگردیم و قطعا اگه اینجایی و جواب سوالت رو میخوای، بدون که دیدن این ویدیو اتفاقی نیستش و قراره برای تو پیغامی داشته باشه. لطفاً نیت کنید 2 گروه انتخابی داریم، آبی و سبز. هر کدوم از سنگ ها که با انرژی شما در واقع میخونه و شما میتونید اون رو جذب کنید، انتخاب کنید که با گروه سبز، گروه اول میخوایم شروع کنیم. امیدوارم انتخاب کرده باشید. بچه ها اگه عضو کانال نیستید و دارید این ویدیو رو تماشا میکنید، ممنون میشم قبلش دکمه سابسکرایب رو بزنید و از دوستانی که با لایک، کامنت و شیر کردن ویدیو از کانال خودشون حمایت میکنن بی نهایت سپاسگزارم. خب بریم برای بچه هایی که گروه سبز رو انتخاب کردن. بچه ها این قسمت بر زدن رو لطفا از دست ندید، یعنی طوری نگاه کنید و انرژیتون رو بفرستید که انگار انرژی خانی مختص شخص خودتون هستش. خب بریم که بپرسیم. الهی به امید تو اول از همه باید بهتون بگم یه عده‌تون که کلن سوالی که پرسیدید و از فرشته نگهبانتون خواستید که بهتون جواب بده در رابطه با مسئله احساسیتون هستش. در واقع فرشته نگهبان شما داره بهتون میگه یک تصمیم قطعی حالا قبلا گرفتی و یا قرار بگیری، حتما میگه روی ذهنت، روی استرسی که داری، نگرانی که داری، روی
خوابت مخصوصا اون کنترل رو داشته باش و این همه اضطراب، این همه آشوب، این همه نگرانی میگه برای چیه؟ یه جدایی هست برات، میگه یه جدایی که خیلی شاید فکر کنی یک تصمیم قطعی بوده، شاید فکر کنی که بجا بوده و حتی ممکنه یه حرف هایی شنیدی که خیلی تو رو به هم ریخته. یک پشت کردنی که شاید رابطه در اصل همه چیز خوب بوده، یک رابطه‌ای که همه چیز اوکی بوده. میگه تو چرا الان انقدر ناراحتی؟ چرا انقدر استرس به خودت راه میدی؟ در صورتی که شما آشتی دارید، شما دوباره به هم بر میگردید. این مسیری که داری طی میکنی، این جداییه، این ناراحتیه، این سردردهایی که من دارم برات میبینم، میگه همشون گذرا هستش. خب اونی که رفته، اونی که حتی پنهون کاری داشته، خودش پشیمون بهت بر میگرده. دیگه اصلا دلخور نباش از این موضوع، ناراحت نباش، فکر نکن که دنیا به آخر رسیده، فکر نکن همه چی تموم شده. شاید جدایی سختی داشتی، شاید حرفایی از طرف مقابلت شنیدی که خیلی تو رو آزرده خاطر کرده و هر شب داری با خودت اونا رو مرور میکنی. حتی ممکنه خاطره های خیلی قشنگی باهاش داشتی که داری مرورشون میکنی و فکر میکنی دیگه این رابطه برای همیشه تموم شده. میگه نه، تموم نشده، چون این آدم بهت بر میگرده. چون همونطوری که تو داری خاطره ها رو مرور میکنی، اون لحظه هایی که با همدیگه بودین رو داری مرور میکنی، اونم از این جداییه خیلی ناراحته. حتی اگه الان داره خودش رو خیلی اوکی نشون میده، آدمیه که ظاهرا آدم اوکی هستش و خیلی شاد و شنگول داره نشون میده، ولی شب که میشه یعنی این قصه خفتش میکنه، این ناراحتیه، این دور بودن از تو خفتش میکنه و بین دو راهی گیر میکنه. باید یه تصمیم بگیره، باید یک در واقع انتخاب قاطعانه داشته باشه. این شخص 100% تا 2 وعده آینده با شما تماس میگیره یا یک پیامی بین شما رد و بدل میشه. یک سری از دوستان دارم میبینم در واقع به دلیل لج و لجبازی که بین شما و کیس احساسیتون، دوستانی که کیس احساسیتون فروردین مرداد آذر ماه، خب و مخصوصا آقا فروردین ماهی هستش، شما خیلی یک دنده و لجباز هستید و میگه این لج و لجبازی شما کار رو به اینجا رسونده. این لج و لجبازی شما باعث شده این اتفاق بیفته و رابطه شما اون شکل قشنگ خودش رو از دست بده. میگه کیس احساسی دوستت داره ها، اینطوری نیست که از تو خوشش نیاد یا این که دیگه ولت کرده باشه. رابطه تو تموم شده نمیبینم باهاش، فقط لج کردی، نه تو میخوای قدم برداری نه اون میخواد قدم برداره. آدمیه که میگه آقا استایل من اینجوریه، کلن من شخصیتم این شکلیه که من نمیتونم زیاد ابراز علاقه کنم، کارم خیلی برام اهمیت داره. خب کسایی که دارم باهاشون کار میکنم خیلی برام اهمیت دارن. خب اگه بهت نمیرسم، اگه نمیتونم پارتنر احساسی خیلی خوبی باشم، فقط به خاطر اینه که نه از عمد باشه، کلن همچین تایپی دارم و آدمیم که میتونم مسئولیت تو رو 0 تا 100 به عهده بگیرم، دوستتم دارم، نوکرتم هستم، ولی از من نخوادم به دقیقه ابراز علاقه کنم. یا ادای کسایی رو که فقط نقش بازی میکنن در بیارم، اما هیچ کاری عملا برات
انجام ندم. بچه‌هایی که لج کردین تا 9 وعده ممکنه یه خورده زمان بر باشه. در واقع فرشته نگهبان تو اینجاست که بهت بگه آره این آدم لجباز و یه دنده حتی اگه شده تا 9 هفته آینده بهت برمیگرده. خب یک مسئله قانونی برای شما هستش، یک مسئله قانونی. دوستانی که نیت قانونی دادگاهی دارید، یک امضایی قراره بشه، یا اینکه اگه کسی مشکل قانونیش، حالا ممکنه یک حکمی که براش بریده شده یا در نظر گرفته شده باشه حکم زیاد جالبی نیست، من از بند آزاد شدن رو تا 8 وعده آینده قطع به یقین براتون دارم میبینم. بچه‌ها اصلا نگران نباشید بابت یک مسئله قانونی. بچه‌هایی که نیت مالی دارید تا یک وعده آینده قطع به یقین یک امضای قرارداد که خیلی خوب هستش برای شما دارم میبینم. این امضای قرارداد حتی میتونه در واقع قبولی توی یک مصاحبه، توی یک شرکت خیلی خوب باشه، توی یک حوزه کاری فوق‌العاده عالی باشه که کارفرمای شما میتونه یک کارفرمای قدرتمند باشه، یک شخص بنام باشه. به هر حال من یک امضای مالی، یک قرارداد بستن برای شما دارم میبینم و اگه از فرشته نگهبانت خواستی که در این مورد برای تو پیغام بده، داره بهت میگه اوکی، اصلا نگران نباش. اگه خانمی هستی که فروردین مرداد آذر ماهی هستی، تو یک لیدر و یک رهبر فوق حرفه‌ای خواهی شد و هستی و یک موفقیت مالی با یک دندگیت، با لجبازیت و با پافشاری که دارم برات میبینم هست، نگران نباش. یک پولی که از راه دور بخواد به دستت بیاد، یک ماشینی که حتی میتونه رنگش مشکی باشه و قصد خریدش رو داری، 100% میخریش، اصلا نگران نباش. یک پیغام دیگه ای که برای اکثر شما عزیزان دلم هستش اینه که میگه از دهنبین بودن بپرهیز. اگه میخوای کاری انجام بدی صداشو در نیار، خودت با خودت در واقع اون کار رو انجام بده. بچه‌ها اصلا صحبتش رو نکنید، پیش این و اون در موردش حرف نزنید. اگه فکر میکنی تواناییش رو داری، اگه فکر میکنی توانمند هستی تو اون حوزه کاری یا اون نیتی که داری، میگه استارتش بزن، برای تو خیلی خوب افتاده. و یه چیز دیگه ای که هستش، اگه نیتت اینه که یک دوست قدیمی یا کسی از آشناهاتون، خواهری، برادری، یه قهر و کدورت بینتون به وجود اومده، میخوای ببینی آیا با هم دیگه آشتی میکنین، بله تا 6 وعده یه خورده شاید زمان ببره، یکیتون این وسط خیلی داره لجبازی میکنه اما قطعا هم دوستت داره، هم دلش برات تنگ شده، هم با هم دیگه آشتی کردن رو خواهید داشت. مخصوصا بچه‌هایی که نیت مالی و بده بستون دارید، حتی ممکنه یک کار تجاری رو در پیش داشته باشید یا اینکه با یک کشور دیگه، نمیدونم با یک شهر دیگه، یک مثلا شرکتی توی شهر شما با یک شرکت توی شهر دیگه، خب به هر حال بخواین با هم یه داد و ستد داشته باشین، براتون فوق‌العاده عالی افتاده. یک استرس نگرانی هایی هست، یک بدبینی هایی این وسط هستش، اما اگه قاطعانه تصمیم بگیرید حتما برد با شما خواهد بود انشاءالله به امید خدا. خب بریم برای بچه های سنگ آبی. بچه من کارت ها رو لابلای کارت ها بچینم. بچه های سنگ آبی ممنونم که
سابسکرایب یادتون نمیره و لایک و کامنت پرمهرتون در واقع این ویدیو رو مزین میکنه. الهی به امید تو خب بچه‌های گروه آبی نمیدونم چه خبره. خب بچه‌های گروه آبی، اول اینکه باید بهتون بگم شما هم مشکل احساسی هست و خیلی از بچه‌هایی که اینجا هستین نیت احساسی دارید. به هر حال یک جدایی دارم براتون میبینم و در واقع فرشته نگهبان شما داره در مورد یک شخصی ازش جدا شدی صحبت میکنه براتون. 5 وعده هستش خب که یک سبک سنگین کردن هایی داشتید در رابطه با کیس احساسیتون. این کیس احساسی شما یک عده‌تون که اینجا هستید و دارید این سنگ آبی رو گوش میدید، انرژی خانیش رو، بهتون خیانت کرده یا یک حرفی بهتون زده یا پشت سرتون رفته حرف زده، یک مشکلی به وجود آورده. به هر حال داره اخطار میده در مورد این آدم به شما. میگه اگه خواستی بهش برگردی، اگه خواستی بهش پیام بدی، اگه دلت براش تنگ شد، یاد اون کارایی که باهات کرد بیفت، یاد اون کارایی که کرده، یاد اون حرفایی که زده، یاد اون روزایی که تو میخواستی کنارت باشه ولی نبوده، یاد اون لحظه هایی که دوست داشتی با هم بیرون برین ولی اون سرش و در واقع وجودش و روحش یه جایی دیگه گر بوده. پس حواستو بده که دلت برای یکی تنگ شده. این آدم همچین آدمیه، زبون تند و تیزی داره، آدمیه که خودش هر مشکلی رو تو رابطه به وجود آورده و بعدش هم تو مقصر شدی، تو رو مقصر دونسته و یه جورایی آدم بده رابطه تو شدی. میگه حتما سبک سنگین کن در مورد این آدم، حتما مقایسش کن با آدمای دیگه‌ای که اومدن توی زندگیت ولی به خاطر این شخص دست رد به سینه‌شون زدی. خب میگه تو خودت عین ستاره میدرخشی، خودت عین ستاره ای. میگه از تنهایی لذت ببر در حال حاضر. تو یک آدم موفق هنرمند هستی، تو آدمی هستی که پتانسیل این رو داری یه هنر یاد بگیری و از این هنرت درآمد عالی بخوای داشته باشی. اگه میگه شاغل نیستی، حتما پی شغل باش، پی یادگیری یه هنر باش که برات عالی عالی افتاده. یک دلشکستگی عمیق رو مخصوصا برای خانم هایی که این گروه رو انتخاب کرد نگاه کنید. 5 جام، 3 شمشیر،
دیو کلن خانم‌های این گروه رو محاصره کرده. چرا؟ چون یه جورایی بیگدار به آب زدی، یه جورایی اومدی هی بخشیدی و یه جاهایی از خودگذشتگی کردی که نباید میکردی، یه جایی ازش خیلی حمایت کردی، حتی خودت پول نداشتی ولی پولات رو برای اون خرج میکردی، پول نداشتی ها ولی میرفتی از این اون قرض میکردی که مشکل اون رو حل کنی، یه جایی پول نداشتی ولی بهترین کادو رو براش گرفتی. میگه حواست هست داری چی کار میکنی؟ این آدمی که رقیب و آورده تو رابطه آیا مستحق این هست که هنوزم دلت براش تنگ بشه؟ بچه ها من دارم میبینم میگه اولا یه عدتون که انگار میخواید خدایی نکرده برید سمت دعانویس و طلسم بگیرید برای برگشت این آدم. قطع بی‌یقین شکست میخورید بچه ها. شما کلن طلسم، من کلن با دعا و طلسم مخالفم کلن. حالا کاری به بقیه ندارم که واقعا شاید حسشون نسبت به دعا و طلسم عالی باشه ولی من کلن مخالفم، چون با در واقع آگاهی خودت موکلین رو به زندگی دعوت کردی و احضارشون کردی. به هر حال اینجا این انرژی خانی یک عده از دوستان رو داره به من نشون میده که میخواد همچی کاری کنه که فرشته نگهبان تو داره این پیغام رو میده، میگه نکن که بدترین ضربه ها رو میخوری، این سنگینی رو میندازی که توی رابطه های بعدی برات تکرار میشه. میگه تو خیلی خیلی قشنگی، خیلی خیلی ظاهر نایسی داری، خیلی اوکی هستی، تو مثل یک جهان هستی، تو اصلا یک جهان هستی. خب یه برای خودت ارزش قائل شو، یک حصار دور خودت بگیر، یک حصار دور خودت بگیر و یه خط قرمزهایی برای خودت داشته باش که هر کسی نخواد ازت سوء استفاده کنه، هر کسی نخواد به خاطر زیبایی ظاهری تو به سمتت روانه شه. میگه دل یه مادر رو شکستی. آقایی اینجایی هستی یا خانومی که اینجا هستی، کدومتون دل یه مادر رو شکستین؟ یه مادر رو خیلی دارم ناراحت میبینم. مواظب باشید که آق این مادر شما رو نگیره. من یک بچه‌ای میبینم، یک فرزندی میبینم که در حق مادرش خیلی بد کرده و باعث تنهایی و دلشکستگی این مادر شده. یا حتی شما ممکنه با مادرتون دارید زندگی میکنید، تنهایید شما و مادرتون داره سفت و سخت کار میکنه برای اینکه خرج شما و خودش رو در بیاره، اما شما با آزار رسوندن به مادرتون دارید خیلی خیلی ناراحتش میکنید. شاید اون دم نزنه، هیچی نگه، ولی میگه حواستو بده، حواستو بده، ببین داری چی کار میکنی. و در رابطه با مسائل کاریتون یه شخصی هست که دو به هم زنه، حرف میاره حرف میبره. یه خانم رو دارم دور براتون میبینم، این آدم دستش براتون رو میشه، خیالتون تخت. حواستو بهش بده، حواستو بده که این آدم نخواد بدتر از این زیرابتو بزنه یا اینکه بخواد یه چیزایی بگه که اصلاً در شأن تو نبوده. یه آدمی که در واقع اعتیاد داره یا یه چیزی به هر حال عادت بدی هست تو زندگیش، یا کلا خودتون اگه یه چیز خاصی اعتیاد دارید، من برای شما یا برای اون شخصی که توی زندگی شما هستش حقیقتا یک ناراحتی قلبی دارم میبینم، یک خرج کردن پول، یک هزینه زیادی که رو دستتون بذاره دارم میبینم. اگه خانومی دور و برتون هستش که به چیز خاصی اعتیاد داره، مراقبش باشید، اون رو برحذر کنید، اون رو دور کنید. یک شخصی
یک شخصی که ناراحتی قلبی داره، بعضی وقتا حالا دور و برتون هست بچه‌ها، همیشه میگه سمت کتف چپم درد داره، یا بعضی وقتا دستم تیر میکشه. همچین کسی اگه دور و برتون هست لطفاً ازش مراقبت کنید، حواستون رو بهش بدید. در کل باید بهتون بگم همه این دردهایی که میگه هستش، چه برای مالیتون، چه برای قانونیتون، چه برای احساسیتون، میگه اینا همش گذراست. بچه‌هایی که نیت احساسی دارید، بذارید بگم، رقیب دارید، فعلا برگشت نیست و این آدم درست رابطه نیست. بهتره از این آدم و رابطه باش گذر کنید. و در رابطه با مسائل مالیتون الان یک سری سنگینی ها دارم میبینم، حتی یک 5 وعده ممکنه ناراحتی بابت مسائل مالی داشته باشید، اما تهش خوشحالی براتون هستش. میگه موفقیت براتون هستش. اصلا نگران این موضوع نباشید، انشاءالله، به امید خدا. خب بچه ها، ممنونم که تا پایان انرژی خانی همراه من بودید. اگه خوشتون اومد ممنون میشم که با لایک، کامنت و شیر کردن ویدیوها از کانال خودتون حمایت کنید.